این امروز میبینیم از کسی که مثال یگان منفعت دارد سلامش میدهیم، کسی که منفعت ندارد سلامش نمیدهیم. میبینیم کسی که پول دارد وظیفه دارد دویده به پیش میریم سلام بکنیم، لیکن کسی فقیر و بیچاره و ناتوان است باید سلام نمیدهیم. حالا که حبیب خدا میگوید کسی را میشناسی و کسی را نمیشناسی و از کدام جمله انسان نباشد شما با او سلام دهید. این بهترینی چی است؟ از عملهای اسلامی به شمار می رود. این اول الناس بالله من بدعهم بالسلام. حبیب خدا گفتن از همه در بزرگترین شما کیست؟ آن کسی که اول سلام می دهد. ببین اول سلام دادن بزرگی شما را نشان می داده است. بهترین شما حبیب خدا گفت همان کسی است که اول سلام می دهد. بسیاری آدم از روی تکبری اول سلام نمی دهد، می ایستد تا که مردم وی سلام دهند. ببین این از روی تکبری می شود. بعضی آدم دیده مثال سلام تا نگاه میکنه و سلام نمیکنه، کنی میبینه از طرف تو یگان سلام می شود یا نمی، او از روی تکبری است. به این خاطر ما در کدام حالت نباشیم اولی سلام دهیم. کسی را میبینی السلام علیکم و رحمت الله گفته اولی سلام بده، ان شاء الله تو بزرگترین و بهترین